این برنامه از طرف Big Bear, feel the power. برای شما تقدیم می گردد. جوانان مشرقی، حالا ستاره افغان به خانه شما آمده. نوید حبیبی هستم. از طفولی بسیار زیاد به موسیقی علاقه داشتم، البته به موسیقی و ورزش. حالا آمدیم که ببینیم در میدان موسیقی چی میشه. انشالله قدم های اول است که ببینیم دیگه. خدا مهربان است که پیش بریم. سلام دراور عزیز. و علیکم السلام. ز غم کسی علاقم که ز من خبر ندارد. این همینجاست که عزیزم که خبر نهی نوید جان که من دیگه شاگرد خود بر روان میکنم و کدت مسابقه مید. ولی جان آماده هستی؟ غازه من شاگرد شما هستم. دمو سپورت نه دمو موسیقی. کنی گپا باید از عمل میفتیم نی؟ خب حالا من خودش بادی بیلدر است، مگه تازه چی زور دیم او بیدر چند فیگور هم تر خوبش برو فیلیپینی. خب یا دو نورو کچید. یک حرکت دیگه. یک حرکت دیگه. واو یک اسپاگت خوب اگه بشینی برای نشد. موفق باشید. شما کل آینده سازهای افغانستان هستید. موفق باشید. حافظت بخیر. اجان سلام علیکم. سر ستاره اگر و علیکم السلام. من پیش از اینکه خودم معرفی کنم و آهنگ خودم بخونم با دارای عزیز مایک نزدیکتان در مایک صحبت کنین. سچ وای مایک د مخامخ هوایا او سید زړه نه هوایا. پیش از این گفتم که خودم معرفی کنم و آهنگ خودم بخونم بعد به شما دارای عزیز یک تحفه بر شما آوردیم. تشکر. اجازه است بدم؟ بفرمایید. تشکر. واه 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 خودی شما. واه 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 و یا مستجان برای خود شما. تشکر. سلام. تا پورا دکان ځان سره راوړل د فروټ دکان دی راوړل زما په خیال کنه. قربانت استاد تشکر. بر خود شما از خاطر نوردیم که خود شما از جلال آباد هستید. این میوه بیشتر در جلال آباد مباشه. تشکر. Come on baby, let's go to the party. Wow. Come on baby, let's go to the party. Wow. First talk me here, so let's go dear. Wow. You like my stones, so come with me. This heart is amor, I become ador. Because you has best man. Because you has best man, you carried my heart. تا نه ډېره مننه زه ډېره مننه کوم. زه د ډېرو خندولم ډېر خوشحال شوم. ډېره مننه. هیچ چیز ما احساس نکردم برادر گل من. تشکر ډېره مننه. صدا نیست. تشکر از نارنج راستی فوق العاده. دومره لرې نه راغلی د هغې ډېره مننه. په خیر راشي. ډېره ښه راغلی. این برنامه از طرف Big Bear, feel the power. برای شما تقدیم گردید.